درود به همه دوستان. میخوام 5 تا کشور رو براتون معرفی کنم که برای مهاجرت بهترین هستند. 1. کشور کانادا. این کشور صنعتی با استانداردهای خیلی بالا، صادرکننده مهم انرژی، غذا و مواد معدنیه. پاسپورت کانادایی در حال حاضر در رتبه 9 قرار داره. 2. کشور ژاپن. سومین اقتصاد جهانه، یکی از بزرگترین تولید کننده های خودرو، فولاد و تجهیزات الکترونیکی. پاسپورت ژاپنی در رتبه 4 قرار داره. 3. کشور آلمان. پرجمعیت ترین کشور اتحادیه اروپا است و یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان رو داره. پاسپورت آلمانی به شما این امکان رو میده که به 192 کشور بدون ویزا سفر کنید. کشور مورد علاقه من که سوئیس هست تو رده 4 قرار داره. با اقتصاد قوی و نرخ پایین مالیات و بیکاری از مزایای این کشوره. سوئیس در رتبه 7 قرار داره. و استرالیا، کشوری ثروتمند با اقتصاد بالا که از طریق صادرات و کالا و بخش خدمات بهترین رفاه رو به مردمش ارائه میده. پاسپورت استرالیا در رتبه 11 قرار داره. شما بگین دوست داشتین کجا مهاجرت کنین؟